سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به کانال بی هپی وید بوک. امروز قراره کتاب‌های آقای نویل گودارد رو با همدیگه بررسی کنیم. با من همراه باشید. آقای نویل گودارد یکی از اولین نویسندگانی هستند که در رابطه با قانون موفقیت و قانون جذب کتاب نوشتند. ولی این نویسنده در بین ایرانیان زیاد شناخته شده نیست. افرادی که با آقای کوین ترودو و با پراکتو آشنایی دارن، اگر کتاب‌های نویل گودارد رو بخونن متوجه میشن که این عزیزان دارن حرف‌های نویل گودارد رو تکرار میکنن و حتی نمیتونن به اون تاثیرگذاری نویل گودارد بیان کنن این مطالب و جزئیاتش رو. آقای نویل گودارد در 1905 در باربادوس به دنیا اومده و بعد رفته به نیویورک و اونجا هم در مسیر مذهبی قرار گرفته و به عبارتی از راه کتاب‌های مقدس به قانون جذب رسیده. اعتقادها و باورهای گودارد سبب شده بود که اون رو به عنوان فردی با دیدگاه متفاوت حدود 100 سال قبل بود دیگه بشناسن، زیرا اون زمان اعتقاد داشت که هیچ خدایی خارج از باور و روان انسان وجود نداره و هر چی که هست در ضمیر انسان هست. در واقع گودارد روان انسان رو یک کتاب مقدس معرفی کرده که میتونه شامل قوانین الهی یا شیطانی باشه. به باور نویل گودارد خدا در روح و جان آدمیه و معتقد بود خدای هر فرد خود اونه و در واقع این گونه عنوان میکرد که شما خالق هستید. من میرم که در اول یک لیستی از کتاب‌های آقای نویل گودارد رو معرفی میکنم و بعد یکی از کتاب‌هاش رو، جملاتش رو و مفاهیمش رو براتون میخونم برای آشنایی بیشتر حالا شنوندگان ایرانی با این نویسنده. از آثار ایشون میشه به قدرت آگاهی، احساس آن را واقعی کن، در جستجوی معجزه، خروج از این دنیا، دعا، هنر باور، پندار خلاق و در مورد رویاها اشاره کرد. کتاب خروج از این دنیا Out of this World یک کتابیه که من برای شروع انتخاب کردم تا با همدیگه مطالبش رو مرور کنیم. این کتاب در سال 1949 منتشر شده و یکی از آثار مهم گودارده. در اون به مفاهیم عمیق در رابطه با ماهیت واقعیت و قدرت ذهن انسان میپردازه. گودارد در این کتاب بر این باور تاکید میکنه که دنیای بیرونی ما بازتابی از دنیای درونی ماست. او معتقده که ما میتونیم با تغییر تصورات و باورهای درونی خودمون واقعیت بیرونی رو هم تغییر بدیم. گودارد مفهومی به نام بعد چهارم رو معرفی میکنه که به نوعی حالت آگاهی اشاره داره. اون این بعد رو فراتر از زمان و مکان فیزیکی میدونه و معتقده که در این بعد همه چیز ممکنه. گودارد بر اهمیت تخیل خلاق تاکید میکنه. اون معتقده که تخیل قدرتمندترین ابزار برای شکل دادن به واقعیت هست. ناخودآگاه ما شروع به کار بر روی حالا چیزهایی که ما به عنوان حقیقت فرض میکنیم میکنه و کم کم اونها رو به واقعیت تبدیل میکنه. کتاب شامل تمرینات و تکنیک‌های علمی برای استفاده از این اصول در زندگی روزمره هست که این تمرینات رو با جزئیات و به صورت عملی توضیح داده. تمریناتی که در کتاب توضیح داده برای قوی کردن قدرت تجسم شما و تکنیک‌هایی هست که باورهاتون رو بتونید تغییر بدید. همچنین گودارد در این کتاب اومده و تفسیرهای جدیدی از برخی متون مقدس رو ارائه داده و اونها رو به عنوان استعاره‌هایی برای قوانین ذهن تفسیر میکنه. هدف نهایی کتاب ایجاد یک تغییر اساسی در نگرش خواننده نسبت به واقعیت و توانایی‌های خودشه.
در کل گادارد میخواد به شما بیاموزه که چطور از محدودیت‌های دنیای فیزیکی فراتر برید و با استفاده از قدرت ذهن و تخیل خودتون زندگی مورد نظرتون رو خلق کنید. گادارد در این اثر شما رو تشویق میکنه تا از این دنیایی که برای شما تعریف کردن و از بچگی در این دنیا به وجود اومدید و اینطوری باورهاتون شکل گرفته که مثلا باید خیلی تلاش کنید که به پول برسید، یا مثلا شما باورتون اینه که حتما باید بمیرید. این میاد آقای گادارد میاد و بهتون میگه که بیاید از این باورهایی که توش متولد شدید خودتون رو خارج کنید و به یه بعد دیگه برید و جور دیگه فکر کنید. مثلا اینجوری فکر کنید که شاید لازم نیست همه بمیرن. میبینید الان شاید من میگم براتون مثلا موسیقی بیاد و تو ذهنتون بگید این دخترم مثلا شاید از نظر عقلی مشکل داره، حرف چرت پرت میگه، ولی واقعا ازتون میخوام به این فکر کنید که چرا قوانینی که بهتون یاد داده شده از بچگی رو پذیرفتید که بهتون گفته که باید این قوانین باشه. یک موردی هست یادم یکی از پیامبرین میگفت که انسان‌ها مغزشون قدرت این رو نداره که در رابطه با خدا و دنیا زیاد تحقیق کنه. چرا؟ خب ببینید همین حرف داره میاد اینجا، همین منظور رو میرسونه. وقتی به ما میگن که بیا از این دنیا خارج شو، بیا از این بعد خارج شو، بیا از این قوانینی که از بچگی بهت خوروندن خارج شو، یعنی داریم تلاش میکنیم و مغز محدودی که از بچگی ما رو باهاش پرورش دادن رو توسعه بدیم. من همیشه واقعا جدیداً چند ساله دارم فکر میکنم اگر دنیا با این قوانینی که الان هست واقعیه و وجود داره و ما توش داریم زندگی میکنیم، پس اینجا دنیا نیست، اینجا یک سیستم بردهداریه. چون شما مجبوری خیلی جبرهای بد رو تحمل کنی که جبرها واقعا آزاردهنده است و قطعا برای همه اتفاق میافته و این یک نوع بردهداری محسوب میشه، مگر اینکه ما بیایم و ذهنمون رو توسعه بدیم و بدونیم که میتونیم فراتر از این هم باشیم. یعنی شاید نمیدونم، من الان جواب سوالات رو ندارم، فقط من سوال جدیدی مطرح میکنم. شاید قرار نیست همه پیر بشن، شاید قرار نیست همه بمیرن، شاید یه دنیایی باشه که توش قرار نباشه همه پیر بشن یا بمیرن. این سوالاتیه که یعنی باعث میشه شما از بعد چهارم، یعنی به بعد چهارم برسید، یعنی از این قالب هایی که از بچگی توش افتادید و اون رو به عنوان حقیقت مطلق پذیرفتید خارج بشید. حالا من زیاد طول نمیدم چون میخوام دیگه از 10 دقیقه کمتر باشه فایل های صوتیمون. در کل در کتاب خروج از این دنیا نویل گادارد تفسیرهای جدید و غیر متعارفی از برخی متون مقدس به ویژه کتاب مقدس مسیحیان ارائه میده. اون در این متون به استعاره‌هایی برای از این متون داره استعاره‌هایی برای قوانین ذهن و اصول روانشناختی استخراج میکنه و تفسیر میکنه. گادارد خلقت رو به عنوان استعاره‌ای برای قدرت خلاق ذهن انسان تفسیر میکنه. او معتقده که در ابتدا کلمه بود، به این معنا که افکار و تصورات ما، کلمات درونی ما، جهان ما رو شکل میدن. داستان آدم و حوا رو به این صورت میاد تفسیر میکنه که منظور از این داستان اینه که خود انسان درون خودش یک آدم و یک حوا داره که آگاهی انسان به دو بخشه، یعنی ذهن آگاه آدم و ذهن ناخودآگاه حوا تفسیر میشه. گادارد معجزات عیسی رو نه به عنوان رویدادهای فراتبیعی بلکه به عنوان نمونه‌های از قدرت ذهن برای تغییر واقعیت تفسیر میکنه. کسانی که کتاب‌های مذهبی رو خوندن میدونن که عیسی یک جا بعد از اینکه معجزه‌ای میکنه اعلام میکنه که و من کاری که کردم هر کدام از شما هم توانایی انجام دادن این کار رو دارید. و جایی هم میگه که اگر کسی به اندازه ذره خردل ایمان داشته باشه میتونه حتی کوه‌ها رو جابجا کنه. من جواب هیچ کدوم از این سوالات رو قطعی نمیدونم، منم مثل شما دارم میخونم، من فقط دارم اطلاعات و چیزهایی که میدونم رو با شما در حالا ارتباط قرار میدم، با شما شیر میکنم تا کسی که شاید بهتر از من بتونه مطالب رو درک کنه، اگر ایده‌ای به ذهنش میاد که بتونه کل مردم رو نجات بده، خب ارائه بده.
نه برای من، شاید بره و یه کار بزرگ انجام بده. در رابطه با بهشت هم میگه که بهشت نه به عنوان یک مکان فیزیکی بلکه به عنوان حالتی از آگاهیه که در اون فرد با قوانین ذهن هماهنگ میشه. دعا رو به عنوان فرایند تجسم خلاق و احساس واقعی بودن خواسته ها تفسیر میکنه، نه درخواست از یک نیروی بیرونی. یعنی شما اگه میخوای دعا کنی باید درون خودت تجسم کنی که این اتفاق واقعا افتاده. رستاخیز رو به عنوان استعاره‌ای برای تغییر بنیادی در آگاهی و درک فرد از واقعیت تفسیر میکنه. گادارد این مفهوم رو به عنوان حالتی از هماهنگی کامل با قوانین ذهن و تحقق کامل خواسته ها تفسیر میکنه. گادارد داره سعی میکنه که نشون بده متون مقدس در واقع راهنماهایی برای استفاده از قدرت ذهن و تغییر واقعیت هستند. او معتقده که این متون حقایق روانشناختی عمیقی را در قالب داستان و استعاره بیان میکنند. این رویکرد گادارد اگرچه برای بسیاری جذاب و الهام بخش بوده، اما در برخی محافل مذهبی سنتی با انتقاداتی نیز مواجه شده. فایل ها رو میخوام حالا کوتاه‌تر کنم و طبق نظریاتی که دوستان دادن از مطالب خود کتاب براتون بخونم. البته گاهی چیزهایی که خودم میدونم و نکته نظرهایی که دارم رو ضمیمه میکنم همون قسمت به جمله های داخل کتاب. فقط ازتون خواهش میکنم بیاید یه بار دیگه همه چیز رو از اول بخونیم و از اول نگاه کنیم. به قول سهراب سپهری فکر کنم باید چشمها را شست، جور دیگر باید دید. تا درودی دیگر شما را به درود. امیدوارم هر جای این کره خاک زیبا و دلنشین هستید هر لحظه بیشتر از لحظه قبل رشد، پیشرفت و آگاهی داشته باشید و بتونید هر آنچه آرزو دارید رو تجلی کنید و خوشبخت و شادکام باشید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. بدرود.